درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. ما ایده از سلسله برنامه‌های فرهنگ معاصر رو جهت خودشناسی ملی و بخشی جشن‌های ملی و مردمی اختصاص دادیم. واقعا در جهان عموما در تاریخ تمدن بشر فکر میکنم کم اندر کم ملت‌های هستند و مثل ملت و مردمی کهن بنیادی ما که اینقدر جشن‌های ماندگاری تاریخی داشته باشند که واقعا یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع فلسفی خاص خود را دارند و اونها همیشه پیوند با اصلی یا جوهر بنیادی که زندگی نام دارد با زندگی توأم بودند و ارزش بلند اینها هم فکر میکنم در آن افاده گردیده است که همیشه از زیستن، همیشه از شاد بودن، همیشه از پویا بودن، همیشه از جویا بودن، همیشه از خیراتکار گرفتن برای بشر پیام دادند و ماندگاری این جشن‌ها شاید همین بوده باشد. و واقعا در شرایط امروزی برخوردهای تمدنی که ما قرار داریم و در مرحله جهانی شوی، واقعا این جشن‌ها تا کجا میتونن همچون یک محافظ، همچون یک ایمونیتتی قوی برای ملت، مردم و فرهنگ ما خدمت گمار باشند. و از این لحاظ عنوانی برنامه امروز را گذاشتیم جشن‌های ملی وسیله تحکیم هویت ملی، یعنی جشن‌های ملی وسیله تحکیم هویت ملی. و واقعا در شرایط کنونی تا کجا اینها میتونن تحکیم بخشی هویت یا خودشناسی ملی باشند. برای پهلوهای این موضوع را موردی بررسی قرار دادن ما با استودیو دانشمند تاجیک فرهنگ شناس و فیلسوف ناظم نورزاده را دعوت رستیم که من ایشان را خیر مقدم میگم. این دعوت ما را پذیرفتن و با استودیو تشریف آوردن. تشکر. و واقعا ما در مورد جشن‌های ملی و مردمی سلسله برنامه‌ها انجام داده و اینها را مورد بررسی هر کدامش رو در علاهیدگی وابسته به هر جشن البته جنبه‌های گوناگونشون رو مورد بررسی قرار دادیم. خب امروز واقعیتی که در جهانی که ما به سر میبریم میبینیم که یک نوع برخوردهای خشین تمدنی قرار دارند و امروز ملت‌ها و مردمانی که با وسیله‌های امروزه معاصر فناوری خود را تجهیزانیدند، هزاران هزار خبر و اخبار گوناگون و از جمله فرهنگ خود را به مردمان دیگر بار میکنند و یک خطری هم وجود دارد که اکثر به این باور هم هستند که عده‌ای از ملت‌ها در همین لابلای برخوردهای فرهنگی میتونن هویت، هستی، زبان، فرهنگ و خودی خود را از دست بدهند و بدل شوند به ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر. بحث امروز ما که اصلا روی جشن‌های ملی و مردمی همچون وسیله خودشناسی یا هویت سازی ملی است. و از اینجا شروع کنیم که تا کجا این جشن‌ها البته در طول تاریخی بسیار درازای تاریخی ما شبه فراس‌های زیادی بوده است، ولی اینها توانستند که همین ملت را تا به اینجا کشانند و آیا در فردای دیگر و امروز که یک حالت برخورد بسیار شدید ژئوپلیتیکی و قدرت‌ها، فرهنگ‌ها وجود دارد، تا کجا اینا میتونن که ایستادگری کنند و پیکره ملی ما را قوی سازند. تشکر زیاد. ما در صحبت گذشته که درباره جشن صده بود مردم را تبریک کردیم و همین طول سال اگر بگیریم در مجموع گیریم یک سال دراز ما جشن‌هایی داریم که همیشه با همین خوشحالی و با همین محور هویت سازی توأمند، علاقمند هستند و همه اینها همیشه که تبریک هم کنیم اگر هر روز هم تبریک کنیم کم است. و یک نکته مهم این است که همون مفکوره های به اصطلاح غرضناکی که امروز نسل نورس جوان رو هدف قرار دادن و همیشه در تخریب ذهنی اونا مساعدت میکنن، در ناخونک مساعدت میکنن، همه اینها در نتیجه تکرار به تکرار پای در هم صورت گرفتن.
از طریق مثلا وسیله‌های گوناگونی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنتی و اینا که در طول مثلا دیگر فضا را بسته نمی‌شود و او بازی‌ها و صحنه‌سازی‌های ژئوپلیتیکی را هم قطع کرده نمیشه، چون که اونا قدرت‌ها همیشه در پی انجام دادن این کارها هستند. و همین یک بیت چی بود دایم میگفتیم اگر در خاطرت باشد که همیشه منفعت هست، همیشه فایده ها هستند و همین منفعت گردیده تیر چرخ هر دور و زمان. از زمانی که توان و زور معیار جهان، از زمانی که زبون و خار جمع ناتوان، از زمانی که وفا و مهر کاری اندکان، از زمانی که جفا و جبر انبوهی گران، از زمانی که تعصب شد فنون جاهلان، از زمانی که جهالت شد عزیزی عاقلان، از زمانی که سیاست شد حبیبی مردمان، منفعت گردیده تیر چرخ هر دور و زمان. از قدیم از باستان، از زمین تا آسمان، تا بر راه کهکشان. این واقعیت امروزه ما همین است که سیاست هست، اونجا منفعت هست. تیر سیاست و تیر چرخ اساسش منفعت ها هستند و در فهرستی همون منفعت های ملی ما امروز اگر یک تر زبان ما باشد، یک تاییدش انا همین سنت ها و آیین ها و جشن های ما هستند. جشن های ملی ما هستند که همیشه با اینها مبارزه بود، همیشه با اینها برخورد میشد. شما در خاطر بیارید مبارزه‌ای که با نوروز و صده بردن در عصرهای میانه. شما مثلا متکلم معروفمون غزالی را در خاطر بیارید در کیمیای سعادت ضمن بیان منکرات بازارها چی میگوید درباره جشن‌های ملی ما که جشن‌های نوروز و صدر دیگر نگذرانید که اینها مندرج شوند، یعنی از خاطره گم شوند، فراموش شوند، کهنه شوند، از بین روند. شما در خاطر بیارید که در همه عصرهای میانه ما بازار فروختن اسباب و انجام بازی‌های نوروزی و صدوی بوده است. یعنی در همون رفع بازارها گذری بازار فروختن اسباب و انجام‌های بازیگری و هنرمندی نوروزی و صدوی بوده است که نمیخواد. یعنی ببینید مبارزه چگونه تیز و تند از مبارزه‌های ایدئولوژی و مفکوروی که این جشن‌ها نباشند. شعله نافروزید، آتش نافروزید. این تهدیدها رو ببین از جانب خود ما به خود ما. یعنی ما در برابر نه تنها خطرهای بیرونی، ما در برابر خطرهای داخلی هم قرار داریم که یک جمله بزرگی، ارتشی بزرگی نادانان و جاهلان ما بر اساس اون اندیشه های کهنه، بر اساس اون اعتقادات و باورمندی های فرسوده و ابتذال شده نمیخواهند که چیزی نو و او فرهنگ دیرینه ما پابرجا شود و این فرهنگی بیابانی اینا را از بین برد، یعنی اینا را از منفعت محروم کند. سری همه اینها منفعت ها میشینند، منفعت های ژئوپلیتیکی میشینند، منفعت های خرد و ریزه میشینند، منفعت های لحظوی میشینند و منفعت های عمومی و اساسی و اصلی و کلیدی ما میشینند که همین جشن های ملی ما به حساب میروند. جشن های ملی ما با وجود آورنده هویت و خمیرمایه هویتی ما هستند. شما باز تاکید میکنید با اینا اینقدر جنگی که در اون دوره شد و حاضر سخت‌تر شده است. شما توجه کنید از طریق شبکه‌های اجتماعی چگونه جشن‌های ملی ما رو میکوبند، باز مردم خودمون، باز نسل خودمون، یعنی پروژه‌های امروزه مفکوروی و سیاسی سر نورسان و جوانان ما تمرکز پیدا کردن، یعنی با واسطه راه اندازی کردن برنامه‌های خودشان نسل نورس و جوان ما رو هدف قرار میدن تا که اینها رو ذهنشان رو تخریب کنن و انا همون افکار پوسیده را، افکار کمرنگ و بیرنگ را در ذهن اینا به چرخش در آورند و اینا ذهنیت سازی کنند. اون یک چیزی مجلا نشون میدن. انا این خطرهایی هست که از اون خطرهایی که در بیرون هستن برای ما خیلی عمیق‌تر و چقرتر است. دشمنی داخلی از خصمی برونی بدتر است. همون گفته لایق است در خاطر دارید شما. انا ببینید که یعنی امروز فضای امروزه ژئوپلیتیکی و صحنه‌سازی ها و بازی ها امروز خیلی مرکب‌تر از دوره است. او دوره ابزارها محدودتر بودند، وسیله ها محدود بودند، وسیله اطلاعاتی کم بود، زیاد نبود. امروز وسیله های سرعتناک و وسعتمندی اطلاعاتی و اینترنتی هست که به واسطه اون در یک آن واحد میتوانند که یک جامعه را یا که چند جامعه را، چند دولت، چند کشور را تخریب کنند ذهنش و این از دستشون می آید. و مهمتر از همه به همون بنیادهای ما،
اینا ضربه میزنند. بنیادهای ما چی هستند؟ جشنهای ما هستند، زبان ما هست، فرهنگ ما هست، سنت‌های دیرینی دیرپای ما هستند. با همین ها ضربه میزنن اول تا اینکه هویت مردم رو دیگر خیلی شکل بدهند، یعنی هویتش تغییر بدهند، از هویتش محرومش کنند، هویت دیگر عطا فرمایند و با واسطه اون هویت ها و بازی های خودشون را، برنامه های خودشون راه اندازی کنند. البته این خطرها کم نمیشن، اینها زیادتر میشن، کمتر نمیشن، لیکن ما در برابر این خطرها مخصوصا از انا همون وسیله و ابزاری که اینسترومنتی اساسی ما که در برابر اینها میتواند که مقاومت کند، خودش نشان دهد، خود افروزی کند، همین جشن‌ها و آیین‌های ملی و میهنی و مردمی ما هستند که همشان هویت سازن، خاراکتری هویت سازی و ویژگی هویت سازی دارن. صدا هم این کار کردن میتواند، خب مهرگان هم این کار کردن میتواند، یلدا هم این کار کردن میتواند. من درباره تکرار گفتم، تکراری پی در پی به تکرار، یعنی همین مفکوره ها و همین اندیشه ها و همین قالب های فکری و استریوتیپ هایی که امروز در مفکوره ما مفکوره ساز شدن و ذهنیت ساز شدن، اینها با واسطه چی جا گرفتن در بدنه های اجتماعی و در بدنه های فکری ما؟ با واسطه تکرار از خانواده شروع می شود تا کوچه و تا بزرگ، تا همین تکرار، همین اندیشه و همین افکار شکل میگیرد تا در ذهنی، در مغز انسان جا میگیرد و همین تکراری به تکرار گوش عادت میکند، همون یاد میگیرد. مثل اینکه یک موسیقی کوچه باقی را میشنوانن در گوش ما عادت میکنیم و فکر میکنیم که همین موسیقی بود شده، موسیقی همینه، نوع عالی موسیقی همین است. مثل همین مفکوره های بیگانه که امروز ما از اونها هراس میکنیم و تهدید خیلی جدی هستند به هویت ما، از طریق همین تکرارها و پی در پی تکرار شوی ها و راه یافتن هایشان در جامعه ما تسلط پیدا کردن و نسل نورس جوان ما و نسل میان سال حتی کلان سال ما هم به همین گونه اندیشه ها گرایش پیدا کردن. امروز وقتی گپ میزنیم که جشن نوروز میگوییم، جشن سرده میگوییم، جشن مهرگان میگوییم یا که جشن یلدا میگوییم، اول نسل نورس ما حساسیت نشان میدهد، واکنش میکنه این چی یعنی؟ چون که اون تکرارهایی که در ذهنش شنیده است از خانه‌اش، از کوچه‌اش، از بابایش، از اینش، از ویش، همه اینها توانستن اون ذهنش مخشوش و مخلوط کنن، یعنی یک نوع اختلاط ذهنی را به وجود بیارن و وقتی که در برابر اون اندیشه ها یک گپی نو وارد میگردد، البته واکنش به وجود میاد، از نظر فکری برخورد به وجود میآید. اکنون انا همون تکراری به تکراری همین جشن از طریق وسایل اخباری عامه، از تلویزیون، رادیو، مطبوعات، هنر، موسیقی، تئاتر، همه اینها در یک جایگی میتوانند که انا همین بازی که تکراری با تکرار شده جشنهای ما را با منجلاب مواجه کرده است، میتوانند که جشنهای ما را از این منجلاب نه تنها خلاص کنند، نجات دهند، بلکه اینها را در محور کار و امور زندگی ما قرار دهند. که مثلا کودکی ما از باغچه که میرود یا که از خانه که میرود، پدر مادرش با همون مفکوره بیاید. یعنی جشن وظیفه ما این است که وظیفه حکومت دولت هم همین است که مثلا سرور دولت دائم تاکید میکند که جشن‌های ما، آیین‌های ما، فرهنگ ما، سنت‌های ما، اینها واسطه‌های زبانی و هویتی ما هستند و اینها رو باید به خانه اول برگردانیم، یعنی اول جشن‌های خانوادگی شوند. در سلسله طبقه بندی جشن‌ها در صحبت قبلی من گفته بودم که دانشمندا و فرهنگ شناسا و سنت شناسا و جشن شناسا میگویند که جشن‌ها میشن جشن‌های باستانی، جشن‌های اسطوروی، جشن‌های موسمی، جشن‌های ملی و میهنی، جشن‌های خانوادگی، جشن‌های دولتی، جشن‌های دینی مذهبی، یعنی همین سلسله جشن‌ها. انا این جشن‌هایی که ما سر اونها صحبت می‌کنیم، اما 4 گونه و 5 گونه جشن‌های ما، نوروز و تیرگان و مهرگان و یلدا و سده، همه اینها سیکل، یعنی یک شبکه جشنی ما هستند که همه جشن‌های ما هم ملی هستند، هم مدنی هستند، هم فرهنگی هستند، هم اجتماعی هستند، هم اسطوروی هستند، هم خانوادگی هستند. یعنی اینها رو ما به سطح خانواده بیاریم، از خانواده شکل دهیم، شکل شعور جمعیتی رو در خانواده به وجود بیاریم که اینها از خانواده فرزندک‌های
کوچکی ما که همین خیلی که جشن‌های دیگر را جشن میگیرن، همین خیلی همین جشن‌های ما رو در خانواده‌شون جشن میگیرن. مثلا جشن صدر در خانواده‌شون جشن میگیرن. جشن یلدا را همون سال نوی که میگویم همون انارا را بیارن، همون تربوز بیارن، همون را مانن و جشن بگیرن، یکدیگر را تبریک کنن. از طریق تلفن یکدیگر را تبریک میکنیم به مناسبت جشن‌های گوناگونی ما یکدیگر را تبریک میکنیم. به مناسبت جشن رمضان و قربان و استقلالیت و زبان اینا تبریک میکنیم که انا همین گونه شود که جشن ما طریق تلفن، طریق پیامک ها خودمون رو از خانواده هم شروع کرده تا تمام دوستان و رفیقان و اقربا و همپیشگان و اینا را تبریک به مناسبت جشن صده، جشن مهرگان، جشن یلدا و جشن نوروز و دیگرها. انا از این طریق تکرارهای پی در هم و به تکرار ما میتوانیم که این جشنها رو همچون وسیله هویت سازی ما در خانواده تشکل بدیم، بعد به کوچه و بازار، به محیط‌های اجتماعی، به محیط‌های دانشگاهی، به محیط‌های کاری، به دیگر محیط‌ها وارد کنیم تا اینکه انا همون وسیله خوشحالی و هویت سازی ما شود. نه تنها ما با اینا گوییم که خیلی جشن صده مبارک شود، نه، ما با واسه اینا افتخار، یعنی یک وسیله افتخار آفرینی ملی ما شده توانند. برای این کار خیلی زحمت کشیدن در کار. همین زحمتی که دیگرها در ناخونک، دیگرهایی که بر ضرر ملتی ما کار کردن و تا امروز این جشن‌های ما را بدنام کردن و میخواهند بدنام کنند و میخواهند که جای اینها را جشن‌های خودشان گیرد، همون فرهنگی خودشان گیرد. ما در برابر اینها باید همون گونه‌ای که اونا کار کردن همه برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌ریزی‌های تلویزیونی و رادیویی و مطبوعاتی و شبکه‌ای و اینترنتی و هنری و یعنی تمامی نظام اجتماعی و نظام دولتداری ما وابسته به همون بلاک های اختصاصیمون، بلاک مفکورویمون، بلاک سیاسیمون، بلاک فرهنگیمون، بلاک مدنیمون، بلاک هنریمون، بلاک ادبیمون، اتفاق نویسندگان، اتفاق بسته‌کاران، اتفاق آهنگسازان، اتفاق رسامان، اکادمیای علم ها، وزارت معارف، وزارت فرهنگ، مؤسسه های فرهنگی فراغتی، یعنی همه اینها در یک جایگی میتوانند دست جمعانه یک برنامه مفصل و مکمل و منظمی سازند که در برابر اون برنامه و پروژه هایی که از بیرون میان ما را تهدید میکنند و هر روز تهدید میکنند در برابر اونها وایستند و از اصالت ما دفاع کنند و همین طور شود که سلسله جشن‌های ما، سیکل‌های جشن‌های ما به طور شبکه‌ای و سیستمایی به خانواده برگردند و از خانواده باز به محیط‌های دیگر اجتماعی، به مثلا کوچه و بازار و دانشگاه و دانشکده و محیط کاری و اینا بروند. یعنی این کاری هست که کاری تدریجی، کاری مداوم و پیوسته است و اگر همین کار ما مداوم و پیوسته انجام دهیم ما میتوانیم که این خطرها رو در مدت کوتاه‌ترین رفع کنیم و نسلی که نسل نورسی ما، نسل نوی که به وجود می آید تربیه ملی گیرد، یعنی در روحیه یا که حال و هوای نوروز تربیه یابد، در خانواده‌اش سرودهای نوروزی، آهنگهای نوروزی، آهنگهای صدوی، آهنگهای یلدایی، سرود و افتخارات ملی اونجا شکل بگیرد. اونجا درباره رستم و سهراب و سام و زال و نریمان و فریدون اینها گپ رود، درباره اونها که اون بچه ما، فرزندی ما، کودکی ما، طفلی ما از گهواره با همین خمیره های هویتی، با همین اسم ها و نام ها، یعنی با همین نوعی افتخار آورینی بزرگ شود، کمال یابد، تربیه یابد و وایه رسد و همینا همینطور به طور تکراری در گوش او، در شعور او، در تفکر او جا میگیرن، در مغزی او مهمتر از همه جا میگیرن و ذهنیت سازی میشوند. یعنی کلمه دوست داشته ما از هویت سازی و ذهنیت سازی، یعنی همین چیزایی که ذهنیت سازی شدن تا این زمان و امروز به صفت تهدیدهای اساسی، خطرهای اساسی، چالش‌های اساسی ما رو تهدید میکنن، دولتی ما رو تهدید میکنن، ملتی ما رو تهدید میکنن، جامعه ما رو تهدید میکنن. ما میتوانیم که بر اصول خودشان همون گونه برنامه‌ها بریزیم، بچینیم و در برابر اونها مقاوم کنیم. که اگر میخواهند یک ملتی رو از بین برن، از او زبان و تمام عناصر فرهنگی از جمله همین جشن‌های ملی آن را میگیرند یا اونها باطل اعلام میکنند و همین طور آرام آرام یک ملت و یک دولت را از بین میبرند و این واقعیتی بسیار تلخی امروزه
جهان است. و اکنون ببینید واقعا حالا در بابت ذهنیت سازی گفتیم و ملیت هویت سازی و ذهنیت سازی. خب ما میبینیم که ذهنیت سازی های گوناگون هم وجود دارن. مثلا اون ذهنیت سازی هایی که در اساس فرهنگ های بیگانه صورت میگیرد و اون ذهنیت سازی که اونها از انسان یک درنده میسازند و از انسان یک هیولا میسازند که در مقابل انسان قرار میگیرد، در مقابل فرهنگش، در مقابل خودش، در مقابل وجودش قرار میگیرد. ولی این جشنهای ما اینها جشنهایی هستند که خرد بنیادند و اینها تا اندازه در برابر ملت سازی جنبه انسان سازی، جنبه خرد سالاری هم که دارن. من میخواستم یک کمی در این مورد میگفتیم. شما ببینید جنبه خرد سازی و خودسازی این جنبه هایی هستند که با اقتدار و ظرفیت ها علاقه‌مند هستند. ظرفیت فکری، ظرفیت عقلانی، ظرفیت اجتماعی، ظرفیت سیاسی و ظرفیت مفکوروی. یعنی جشن‌های ما، من در ابتدای صحبت گفتم که با اینا خیلی جنگ شده است. مثلا شاهنامه فردوسی را ببینیم، فردوسی دوم وقتی که یک تهدید را می‌آورد باید به واسطه نوروز و صده آشکار می‌کند با زمین راست آتش کده، نه نوروز ماند نه جشن صده. شما تصور کنید هم آتش بمیره بر آتش کده، نه نوروز ماند نه جشن صده. یعنی رفتن نوروز و از بین رفتن صده، از بین رفتن هویت ماست. این تهدید ببینید در اون زمان. من در پیشتر گفتم که تهدیدها امروز خیلی عمیق‌تر و چقرتر و ژرف‌تر و مؤثرتر شده‌اند. اون زمان مثلا وسیله‌های اطلاعاتی که امروز هست نبود، وسایل اخبار عامه نبود، فقط گوش بود و شنید بود. فرهنگ شنید بود که از طریق موعظه و این مثلا دستگاه‌های گوناگون روحانیت عملی می‌گردید و اونها مبلغ گذاری می‌شدند و اونها قدرت داشتن، نفوذ داشتن، عملی می‌شد. امروز همون گونه قدرت‌ها و همون گونه دستگاه‌ها از طریق وسیله‌های نوی اطلاعاتی و فنی و فناوری و تکنیکی امروز راه اندازی می‌شوند و فضا رو مسلط می‌کنند. یعنی ما با واسطه صده و مهرگان و تیرگان و یلدا و اینها ما باید نه تنها خوشحالی کنیم، بلکه ما باید مبارزه بریم و مبارزه بسیار سخت بریم. اگر نمیبریم، اگر دعوی نمیکنیم، اگر خودکیفانه میشویم، اگر ظرفیت های خودمون رو همینطور محدود میمونیم و بلند نمیکنیم، اگر شدت مبارزه هامون بالا نمیبریم، در حالتی معتدل و پایان نگاه می‌داریم، ما موفق نمیشیم. چون که از اون طرف، از طرف مقابل ما خیلی شدتناک و خیلی تیز و تند و مهمتر از همه به طور رادیکالی هجوم می‌شود به فرهنگ ما. به فرهنگ ما، به سنت‌های ما، به جشن‌های ما مهمتر از همه بسیار مناسبتی تیز و تند و رادیکالی صورت می‌گیرد. همون مثلا تکفیر کنی‌های همین جشن‌های ما چی معنی دارن؟ یعنی مناسبت خیلی بد و تیز و تند است. یعنی برخوردی معتدل نیست، برخورد عادلانه نیست، برخورد خیلی سخت است و در برابر اون برخورد سختی ما هم ضرور است به واسطه این جشن‌ها. یعنی این جشن‌های مخصوصا نوروز و صده و مهرگان و یلدا این جشن‌هایی هستند که خصوصیت هویت سازی دارند. اما هویت که میگویم کیستی و چیستی یک ملت است. بله. یعنی به واسطه صده، به واسطه نوروز، به واسطه مهرگان، با واسطه یلدا ما کیستی و چیستی خودمون رو با نمایش میگذاریم و هر قدر ما عقب نشینی میکنیم، هر قدر ما ملاحظه کاری میکنیم، هر قدر ما فرصت پایی میکنیم، ما دیر میکنیم. بنابراین حتما که برنامه‌های ضرور هستن که در اساس اون برنامه‌ها ما این جشن‌ها رو به خانواده بریم، در حدود خانواده شکل بدیم، از خانواده به محیط‌های اجتماعی بیاریم، از اونجا به محیط‌های دانشگاهی بیاریم، از اونجا به محیط‌های کارخانه‌ای بیاریم و در مجموع به محیط کرنوالی تبدیل کنیم که همین جشن نوروز که شد، جشن صده شد، همه به شهر برویان، همه به کوچه‌ها برویان، همه به کوهسار برویان، جشن بگیرن، یکدیگر را تبریک کنن و یکدیگر را هشدار دهند که این جشن‌ها وسیله‌ها، عنصرها، دیواره‌ها و خمیره‌های وجودی و انتلاگی ملت ما هستند. بله، تشکر زیاد. واقعا خیلی یک تحلیلی گسترده
علمی بود و واقعا بسیار سرشار از مهر و محبت و هویت و حیثیت ساز بود و ما امید میکنیم که اگر توانسته باشیم در ذهنیتی چند نفر از بیننده عزیز همین را جا کرده باشیم و هم بار دیگر به شما اظهار سپاس میکنم. چرا باید ما افتخار نداشته باشیم؟ اینقدر یک فرهنگی بزرگ، اینقدر جشنهایی که واقعا همه خرد بنیادند، خرد اصلند و این جشنها در طول تاریخ ملت‌ها و قوم‌های دیگر را ساختند و اونها توانستند به خرد اندیشی، بنیادگری، بنیادکاری و به ماهیت اصلی هستی، زندگی و قدرت هم برسند. چرا ما باید به دنبال دیگرها باشیم؟ باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خرد یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. پدرود تا درود دیگر.